یکی از خوانندگان پایگاه خبری بامداد که در شهر مسکو در مهاجرت کاری قرار دارد شام 20 فوریه با ارسال 2 عکس خبر داد که شام یکشنبه نیروهای زیاد پلیس از جمله اومون با افتازیک‌ها در اطراف ایستگاه مترو شولکوفسکایا در قسمت شمال شرق شهر مسکو رید گسترده را برو انداختند. به گفته او کارمندان پلیس در اطراف ایستگاه مترو همچنین در کوچه‌های دیگر از جمله امورسکایا و کوچه‌های طرف سابق بازار چرکیز و رید گذرانیده سندهای مهاجران را تفتیش می‌کنند. در اطراف ایستگاه مترو شولکوفسکایا بعد برهم خوردن یک کارخانه ماشین‌سازی شرکت ساختمانی پیک ساختمان خانه‌های استقامتی زیادی را سر کرده است و یک قسمت عظیم کارگران در این ساختمان‌ها از آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستانند. این خواننده بامداد از مهاجران خواهش کرد که تا تمام شدن ریتو از رفتن به طرف منطقه اطراف ایستگاه مترو شولکوفسکایا حد امکان خودداری کنند چون که می توانند به دست کارمندان پلیس بیفتند. او میگوید تفتیش سندها و بازداشت مهاجران بخصوص زادگان تاجیکستان بعد حادثه‌های اخیر از جمله حمله غارتگرانه به یک مغازه در ایسترا و زن 2 جوان تاجیک با کارمندان پلیس در ایستگاه مترو تولسکایا خیلی افزایش یافته است. در این شرایط یگانه چاره برای بچه‌های تاجیک همین میموند که احتیاط کنند. میگوید امصوبت بامداد با اتهام دست داشتن در حمله به مغازه پیتیورچکا در نزدیکی شهر ایسترا ولایت مسکو 4 زاده تاجیکستان و در پی زنوزنی با کارمندان پلیس در ایستگاه تولسکایا اکیو دادر، سید اکرم امرویف 21 ساله و عمر رسول جانزاده 18 ساله دستگیر شدند.